والله العظیم از روز اول جنگ تا الان من یک روز ناامید نشدم. همون روزی که خبر می آمد که فلان نقطه استراتژیک مهم رو الان که عراقی‌ها بیان بگیرن یالا یه بلندشن برن که غم خزاره میگرفت، همون وقت والله من ناامید نشدم. یعنی مطمئن بودم و امیدوار بودم که آینده مال ما و الان بیشتر از همیشه میدونیم و امیدواریم که آینده مال ما. بدانید خدا با ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیاندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه‌های مختلف و از جهت‌های مختلف به کار میبرن و حملاتی که میکنن که بعضی خیال میکنن ما محاصره شدیم، در همه اینا خواهد این شد همه رو انشاءالله به کار